پولی که بازنشسته ها تو بازارهای مالی دارن 15 تریلیون دلاره. اگر بریم روی توتال مارکت کریپتو میبینیم که این عدد 3 تریلیون دلاره. کجا فروشنده بیت کوینم؟ یعنی من الان برای مهم نیست بیت کوین بریزه بیاد اینجا مثلا حتی این کف رو رد کنه. من فروشنده این بیت کوین نیستم. اینجا یه سبک معامله دیگه ای رو انجام میدم که بیت کوین. چیزی که داره به من منتقل میشه از بازارهای مالی اینه که قیمت بیت کوین به شدت آندرولیوه. یعنی الان از قیمت تولید بیت کوین حدود $12,000 بالاتریم. یعنی یه کالای پرکاربرد، شاید کالا هم نه. سلام به چنل ما، خوش اومدی. با یه ویدیو خیلی فورس در خدمتتونیم. من دانیالم همراه با بنیامین. تصمیم گرفتیم که دوتایی سعی کنیم تحلیل انجام بدیم، هم دوتا تحلیل بهتون بدیم، همین که تو تحلیلای همدیگه نکات مهمش رو بولد کنیم و سوال بپرسیم که شما اگه داری این ویدیو رو میبینی دیگه کمتر جای خالی تو ذهنت بمونه برای تصمیم گیری که آقا تو بازار کریپتو در حال حاضر الان باید چه کاری انجام بدیم. من سریع میرم سراغ شروع تحلیلم از اونجایی که مهمترین اتفاقی که در حال حاضر برای هممون میتونه بیفته اینه که آقا آلت کوین ها که میرن بالا، از اصلی ترین فاکتور صعود آلت کوین ها که دامیننس بیت کوین شروع میکنیم تحلیلو. همونجور که داریم میبینی تو تایم فریم هفتگی باشه نگاه بندازیم، الان یه چیزی بیش از 1000 روزه که آلت کوین ها زیر سلطه قوی و پرفشار بیت کوین در حال له شدنن و همینطور خب ما و آلت هایی که خریدیم به امید اینکه پامپ های مثل سالیان گذشته که مثلا اینجا اتفاق افتاده بکنن و هنوز موندیم. قسمت خوب ماجرا اینه که تو تایم فریم هفتگی بعد از یک واگرایی که اینجا داریم میبینیم با هم دیگه، من بکشمش دقیقا روش علامتی بزنم، این دوتا سقف و این دوتا، بعد از این واگرایی بازار بالاخره یه ریاکشنی نشون داده و داره بهمون نشون میده که این احتمال رو داریم که آلت پارتی شروع کنیم. تنها فاکتورمون این نیست و این نشون نمیده که 100% آلت پارتی شروع شده. البته که ما اینجا یه کف پایین تر داریم، ولی برای تاییدش نیاز به یه سقف پایین تر از جایی که سقف شده داریم که مثلا یه همچین مسیری رو برامون بسازه. یعنی از اینجا برگردیم بالا، یه سقف پایین تر و یه کف پایین تر. تو این حالت میتونیم بگیم که دیگه رسما علنا با هر شکل و قانونی بخوای نگاه کنی آلت پارتی شروع شده. حالا احتمال داره یه همچین چیزی رو از اینجا بزنیم، یعنی تا اینجا بیایم پایین دوباره برگردیم بالا و مسیرمون رو شروع کنیم. اما نکته مهمی که داریم اینه که این باکسی که الان توشیم یه منطقه ساپورته که میتونه هر تصمیم گیری رو برای ما راحت تر کنه. اگر از این منطقه ساپورت با یه کندل مثلا این شکلی یا یه کندل فول بادی این شکلی این گالف به سمت بالا برگردیم، خب باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر رو آلت کوینا حداقل یه مقداری از آلت کوینامون رو برگردونیم به بیت کوین، چون فعلا قیمت آلتا بد نیست خیلی، یعنی روی ضرر زیاد نیست هر کسی که خریده باشه، مخصوصا اتریوم. خب خیلی اتریوم خریدن و الان تو تله اون گیر کردن. دو تا نقطه مهم رو من هایلایت کردم. یکی اینجاه که اگر شکست موفقی به سمت بالا داشته باشه میتونیم در نظر بگیریم که روندمون قراره به سمت بالا یه حرکت جدیدی رو شروع کنه، یعنی یه موج جدید داشته باشیم که بره برای یه سقف بالاتر، یا اینکه نه برعکسش به سمت پایین اینجا شکست اتفاق بیفته که منظور از شکست فقط این نیست که آقا بریزه. بالاخره هر حرکتی به صورت موج انجام میشه و شکست معتبر شکستیه که از پولبکش بشه فهمید شکست واقعی اتفاق افتاده. در نتیجه دنبال یه همچین ساختاری هستیم. اگر بخوایم بر اساس پرایس اکشن بهش نگاه کنیم، یه محدوده حمایتی تو این محدوده داریم، میتونه اینجا نقطه‌ای باشه که برمون گردونه به سمت بالا و
یه همچین چیزی میتونه لذت بخش باشه برامون. پس در حال حاضر یه نگاه به وضعیت آلتامون کردیم. من امروز داشتم بازار چک میکردم، یه فرصت خوب برای معرفی به شما عزیزان پیدا کنم. یه چیز عجیبی دیدم که دوست دارم باتون به اشتراک بذارم، اون هم ارز بی ام بیه. بله، این البته تو صرافی ام ای ایکسیه چارت و کندلی که داریم نگاه میکنیم 3 هفته، 1 2 3 4 5 هفته پیش تا $2764 حرکت سعودی داشته. چون تو یه دونه صرافیه فقط به عنوان یه تریک ازش استفاده میکنیم که آقا احتمال این که ما 50% این رو ببینیم توی همه صرافی ها و تو همین صرافی احتمال زیادیه که از همین جا یک عددی حدود 119% پروفیته. اینو تو ذهنتون داشته باشید، اینو حتما خواستم راجبش صحبت کنم و بریم سراغ دامیننس تتر. دامیننس تتر چیه؟ دامیننس تتر نشون دهنده میزان موجودی دلار، البته دلار USDT نه دلار USDC، چون همینجوری که اینجا میبینید 2 تا دامیننس دلار داریم، ولی خب این خیلی کمتر از اینه، یعنی تقریبا 1/3. خیلی اعتبار بهش نمیدن USDC و در حال حاضر قوی ترین استیبل کوینمون کماکان USDTه. همونجوری که داری میبینی یه ساختاری داریم که اینجا سایت بودیم، یه چیز حدود این هم بذار نگاه کنیم با هم دقیق متوجه شیم چند روز، 470 روزه که ما توی حالت سایدوی هستیم روی دامیننس تتر. نکته جذابش برای ما چیه؟ نکته جذابش این واگراییه. به این واگرایی میگن واگرایی مخفی، نه واگرایی اصلی. واگرایی اصلی معمولا تو سقف‌ها اتفاق میفته، همونجور که اینجا داری میبینی یه سقف پایین‌تر RSIش میره بالاتر از سقف بالاتر و واگرایی اصلی رو شکل میده. واگرایی مخفی نشون دهنده ادامه روند. شکلی که داره بازار به ما نشون میده اینه که در حال حاضر ما توی روند نزولی هستیم، همونجوری که داری میبینی از این سقف به سمت پایین حرکت کردیم و این واگرای مخفی که اینجا شکل گرفته میتونه تایید کنه که ما به عددهای پایین تر میرسیم. فعلا برای میان مدت تارگت نهایی که من میتونم متصور باشم همین محدود 2.22، ولی خب همین جایی که الان هستیم یه حمایت، پایین ترش نزدیکی حمایته. اگر این دوتا رو رد کنیم مثل همون جایی که راجع به دامیننس بیت بهتون گفتم میتونه بهمون شروع یک روند قوی رو توی تمام بازار به سمت بالا بده، یعنی اینکه مثلا یه حالت این شکلی داشته باشیم، برگردیم و اینجا ما قابلیت تصمیم گیری برای یه خرید سنگین و سود کوتاه مدت رو داریم. اولین تارگتمون هم 3.29 این هم راجع به دامیننس تتر. خیلی رو اینا دقیق نمیشم، تایم فریم عوض نمیکنم برای اینکه تو حالت کلی برای ما مهمه که اینجا چه اتفاقی داره میفته و بریم سراغ خود بیت کوین. اگر که کوین خاصی داری و نیاز به این داری که بدونی مثلا در حال حاضر باید چیکار کنی، چه پوزیشنی باید بگیری، میتونی تو کامنت ها با مون در ارتباط باشی و خب چون 2 نفریم حتما کامنت ها رو کامل میخونیم و مطمئن باش که جواب خیلی خوبی بدیم. تایم فریم هفتگی بیت طبق تجربه این یه کندل مهمه که به ما داده. من معمولا خودم این کندل ها رو معامله میکنم. این کندل تو تایم فریم هفتگی میتونه ما یه معامله شیرین بده که روند کل بازار رو برامون مشخص کنه. استارت کندل مهمه، استاپ دقیقاً زیر کندله. برای یک معامله 1/3 تا 1/4 جواب میده، ولی برای سیف بودنش 1/2.5 ما میتونیم سیو سودمون رو انجام بدیم. البته در حال حاضر از ورود کنی از کلوز کندل بالاتریم، اگه اینو بیاریم بالا خب ریسک به ریوارد کم میشه. اوردر رو کماکان میتونیم اینجا بذاریم، تازه هفته شروع شده و
میتونیم یه برگشتی به سمت پایین داشته باشیم تا همین محدوده برای استارت روند. این یه تحلیل فقط بر مبنای یک معامله یه فرصت کوتاه مدته که خیلی کاری به تحلیل مثلا تکنیکال بازار نداره، بر مبنای پرایس اکشن. تایم فریم دیلی نگاهمون اینجوری میتونه باشه که بذار اول بنیامین تایم فریم دیلی بیت رو برات تحلیل کنه بر مبنای امواج، بعد من هم نظر خودم راجع به تایم فریم های کوتاه‌تر بیت میگم. بنیامین. سلام بچه با تحلیل چارت دیلی بیت کوین شروع میکنیم. مهمترین چیزی که این چند وقت توجه منو جلب کرده روی چارت بیت کوین ضعیفتر شدن حرکت ها به مرور زمان هستش. مثلا دقت کنین اینجا یه موج داشتیم، اینجا یه موج دیگه داشتیم، یکی دیگه، و الان هم که در واقع یه موج سودیه داریم که تازه شروع شده. ولی نکته ای که خیلی خیلی مهم هستش توی همه اینا اینه که شدت صعود هر دفعه کمتر شده. یعنی از این کف که ما شروع کردیم اومدیم مثلا تا اینجا خب مثلا این 2 برابر شده توی یه حرکت، بعد اومده اینجا از 25 دوباره تقریبا 2.5 برابر شده، ولی از اینجا به بعد دیگه شروع کرده به ضعیف شدن. و در کل از نظر الیوت بخوام براتون بررسیش بکنم این قضیه رو، از نظر من این حرکت و این سایکل بیت کوین کامل تموم شده است. دلیلش هم واضحه، چون الیوت خب 3 تا موج داره، این 1، این 2 که استراحتشه، 3 تا موج اصلی منظورم هست داره. این میشه موج سوم که موج دوم اصلیه در واقع. این میشه 4 که استراحت موج سوم هست، اینم موج 5. حالا شاید مثلا سوال پیش بیاد که آقا چرا الان دوباره رفت بالا؟ خب همینطور که اینجا میبینین بین ریز موج، مثلا موج 3 که زده میشه، این یه استراحتی داره. استراحت ها رو ما با ABC یا مثلا ABCD نشون میدیم. حالا من میام با ABC ساده براتون نشون میدم. مثلا همین موج 1 رو که دقت بکنین اومده پایین، بیش یه سقف بالاتر زده. معمولا نباید اینجوری باشه، یعنی توی کلیت بازار معمولا این اتفاق نمیفته که بی سقف بالاتر بزنه، ولی خب کلا این اتفاق میفته و بهش میگن ایرگولار. یعنی به این نوع حرکت میگن حرکت ایرگولار و بعید نیست که اتفاق بیفته. همونطور که چون میتونیم کل این 3 تا موجی که من براتون شمردم و مثلا بیایم توی تایم ویکلی من بخوام بهتون نشون بدم، تقریبا تبدیل میشه به یه موج. دقت کنید، حالا مثلا تو ویکلی هم خیلی نه، ولی مثلا دیگه بریم مانتلی تقریبا تبدیل به یک موج میشه. الان واضح تره، انگار مثلا یه حرکتی شروع شده همین رو رفته بالا. حالا در کل از نظر من 3 تا حرکت اصلی الیوت انجام شده و اگر به قوانین بازارهای مالی و الیوت و اینجور مسائل این بازار ما پایبند باشه، دیگه کم کم باید شاهد شروع ریزش باشیم. ولی این شاهد شروع ریزش بودن دلیل بر فروختن دارایی هامون نیستش، چون اصلی ترین نکته ای که هست معمولا طبق تجربه این 18 ساله ای که من داشتم، آلت پارتی، آلت سیزن و حرکت اصلی آلت کوینا بعد از
روند اصلی بیت کوین اتفاق میفته و زمانی که بیت کوین وارد فاز ریزشی میشه توی بالاهایی که میده باعث میشه که آلت کوین ها پامپ بشن و رشدهای قوی داشته باشن. دلیلش هم خیلی واضحه. دانیال به صورت تکنیکالی برامون بررسی کرد. حالا منم مثلا به صورت اموشنال یه توضیح ریز براتون بدم. این میشه که خب مثلا فرض کنین شما بیت کوین خریدین، روند اصلی بیت کوین تموم شده، الان فروشنده بیت کوین هستین و خب این کاره این میخواین از این بازار سود بگیرین، میایین بیت کویناتون رو روی عدد مناسبی میفروشین. بعد از اینکه بازار یه ریزشی میده و بیت کوین شروع میکنه به ریختن، قاعدتا آلت کوین هم همراه بیت کوین میریزن. در اینجا شما میایین به جای اینکه دوباره وارد خرید بیت کوین بشین به دلیل اینکه 5 تا موج اصلی حرکتش انجام شده و زورش رو زده، میایین کم کم سرمایه‌تون رو میبرین سمت ارزایی که از نظرتون هنوز حرکتشون رو انجام ندادن و اول راه هستن، به دلیل اینکه خب سود بهتری میتونین بگیرین، معامله امن‌تری میتونین داشته باشین و این میشه دلیل اینکه آلت سیزن و آلت پارتی اتفاق میفته. دانیال هم بررسی کرد برامون، دیدیم که دامیننس تتر یه مقداری داره کم میشه، دامیننس بیت کوین داره کم میشه و اگر اون دامیننس ها به ما تایید این قضیه رو بدن و بیت کوین شروع به ریزش بکنه، از همین نواحی یه مقدار نواحی بالاتر، اینا رو خیلی الان وارد بحث و موضوعش نمیشم. ما بیشتر دنبال اینیم که آل سیزن اصلی رو پیدا کنیم تا بتونیم سودای اصلی رو اونجا بگیریم. واردش نمیشم. اگر اینا اتفاق بیفته آل سیزن شروع شده و تا 2 ماه آینده ما میتونیم سودهای کوتاه مدت و ریز و درشت خوبی از بازار بگیریم. ممنونم. دانیال سوالی داری؟ سوال که دارم، ولی ترجیح میدم برم روی چارت یه چیزی رو هم به تو هم به بچه ها توضیح بدم راجع به الیوت. بریم رو چارت بیت کوین من حالا و اینکه ببینیم چیزی که من پیدا کردم درست جواب میده الان یا نه. برای اینکه راجع به این موضوع که بنیامین صحبت کرد، امواج الیوت روی بیت کوین یه مثال واقعی داشته باشیم، که اینجا من و بنیامین خیلی وقته، یعنی از اول امسال تقریبا راجع به این موج با هم دیگه یه اختلاف نظری داریم و هر موقع راجبش صحبت میشه هر کدوممون دیدگاه خودش رو سعی میکنه کامل توضیح بده. من الان دیدگاه خودم رو میگم که یه نظری از بنیامین شنیدی، یه چیزی هم از من داشته باشی. به خدمتت برسونم که سایکلی که الان توش قرار داریم از لحاظ، بذار اینو لوگاریتمیش کنم که بهمون درستشون بده، از لحاظ موج شماری شباهت زیادی از نظر من به سال 2015 تا 2017 داره. اینجا رو یه بررسی میکنیم با هم دیگه. سایکل خب از اینجا شروع شد، یه 180% حرکت به سمت بالا داشته، بعد این درصد کم شده 150% شده، بعد تو موج بعدی دوباره این درصد کم شده. خب و حالا اگر اینجا رو نگاه می کردیم می گفتیم آقا 1 2 3 موج تموم شد یا نه، نهایتا اینجا رو موج 5 محاسبه می کردیم و اتمام بازار. اصل داستان اینه که حرکت پارابولیک از جایی شروع شده که موج شماری الیوت به پایان رسیده. یعنی ما اگر در نظر داشته باشیم یه الیوت 5 موجه نه چندان زیبا، اینو من میبینم که امسال موجامون خیلی تمیزتر حرکت کرده نسبت به اینجا. خب اینجا حجم بازار کمتر بوده، بلوغ بازار کمتر بوده، یوزر بازار کمتر بوده و اون تمیزی الان رو نداره. ولی در نهایت بعد از اینکه ما یه 5 موجی کوچیک الیوتو زدیم، یه موج اسپایک داریم که حالا خود این موج اسپایک 3 تا موجه که موج 5ش ایرگولار حرکت کرده و از 1 و 3 بزرگتر. چیزی که میخوام تو ذهنتون بکارم اینه که درسته از نظر موج شماری و از نظر شیب حرکت ما مثل سال 2015 تا 2017 در حال کاهش شیب هستیم. الان اینجا رو تو ذهنت کامل سیو کن، بریم
اینجا رو با هم ببین. نکن ما کماکان در حال کاهش شیبیم. اگر زاویه حرکات رو بخوایم محاسبه بکنیم، اینجا ما یه حرکت داشتیم با زاویه 46 درجه، اینجا یه حرکت داشتیم با زاویه 44 درجه و در نهایت همین الان رو بخوایم محاسبه بکنیم زاویه حرکتمون 39 درجه است. اما مسئله اصلی اینه که چارت تمام دیتایی که ما برای تصمیم گیری تو بازار مالی نیاز داریم رو بهمون نمیده. ما دیتا رو باید از ورودی سرمایه ها و از خریدار بزرگ و کوچیکش سعی کنیم که تشخیص بدیم قبل از اینکه حرکت اتفاق بیفته قراره با چه چیزی روبرو بشیم. با توجه به ورودی هایی که تو ETF ها داریم میبینیم، صندوق های ETF، عددهایی که دارن وارد میکنن، شرکت های بزرگی که خریدار بیت کوین رو قیمت 123 هزار دلارن، این یه پیام واضح داره. اونا به یه دیتایی دسترسی دارن که این دیتا بهشون میگه این چرخه هنوز ادامه داره و اگر میاد رو 120 هزار دلار مثلا 10 هزار تا بیت کوین میخره، برنامهش این نیست که بیاد رو 130 هزار دلار 10 هزار تا رو بفروشه یه چوسه سود بگیره. با اون عدد نمیاد این ریسکو بکنه. نتیجه چیه؟ من نظر شخصیم اینه اگر بخوایم از رو چرخه‌های خود بیت کوین الگو برداری بکنیم، ما یک فاز این مدلی از مثلا از نظر من ما الان مثلا تو این محدوده هاییم، یعنی یه حرکت اینجوری، یه حرکت اینجوری و یه فاز این شکلی، فقط با یه تفاوت که احتمال این که این 270 روز باشه به نظر من خیلی کمه. احتمالا یه حرکت این شکلی تا اینجا یا یه حرکت یه سره اسپایک سریع رفت و برگشتی، یه چیزی که تا حالا نمونهش رو ندیدیم تو بازار کریپتو رو مشاهده میکنیم. ولی از نظر من حرکت پارابولیک بیت کوین هنوز شروع نشده و یه اسپایک قوی باقی مونده و این موج شماری که کاملا هم درسته، یعنی از هر لحاظی من خودم نگاه میکنم این یک موج یک تمیزه، این یک سه تمیزه، این یک پنجه، اینم میتونه یه اصلاح ایرگولار باشه. همون جوری که بنیامین هم گفت اگر برگردیم به دامیننس هم نگاه کنیم، توی موج آخریم از لحاظ دیلی و جاییه که باید آلت پارتیمون شروع بشه. ولی من نظرم اینه که خود بیت کوین هنوز یک سود نهفته قوی داره که ارزش نگاه ممتد و دقیق رو کماکان به ما ارائه میده. این نکته بود که من دوست داشتم رو تحلیل بنیامین بگم. حالا بنیامین نظرتو بگو راجع به این. بچه همونجور که دانیال توضیح داد، حرکت قبلی از سال 2015 تا اوایل 2018 بود. اگه 8 سال بیایم روی سال 2015 میشه اواسط سال 2023. بعد 8 سال هم بیایم روی اوایل سال 2018 میشه اوایل سال 2026. در واقع به جفتشون من 8 سال اضافه کردم. دلیل اینکه این 8 سال رو میگم چیه؟ دلیلش اینه که یکی از اصلی ترین بازه های زمانی که سایکل ها توشون اتفاق میفتن بازه 4 ساله و الان 2 تا سایکل از اون موقع گذشته. ما یه سایکل سال 2021 داشتیم که تموم شد و الان داریم راجع به سایکل بعدیش صحبت میکنیم. در نتیجه باید 8 سال به این قضیه ما اضافه بکنیم. دسامبر 2025 تقریبا همین محدوده ها میشه. همینطور که میبینین این باکس برای اینکه تکمیل بشه چیز زیادیش نمونده و دقیقا اون حرکتی که دانیال صحبتشو کرد میتونه توی این بازه زمانی اتفاق بیفته. حدود 140 روزه. حدود 140 روز. حالا میشه گفتش که میشه
اصلا 1 ماه 2 ماه هم کمتر یا بیشتر باشه. یعنی ممکنه اصلا 1 ماه دیگه این بازار بره بالا، 1 ماه هم بره بالا، 60 روز بعد توی سقف باشه و از همونجا بریزه که بریزه مثلا. یا میتونه اصلا دیرتر بره بالا یا میتونه اصلا نره بالا. ولی مسئله ای که هست اینه که این زمانا خیلی دقیق نیست. تا حد زیادی به ما کمک میکنه، ولی مسئله ای که هست در حد دقیقه و ثانیه دقت زیادی نداره. میتونه یه مقدار کمتر خیلی حد زیادی به ما کمک میکنن، ولی دقت در حد دقیقه و ثانیه رو نباید ازشون اصلا انتظار داشته باشیم. ما اومدیم 2 تا سایکل بعد رو در بررسی کردیم با همین داستانی که گفتیم. حالا بخوایم این دوتا رو دقیقا این 2 تا باکسی که با هم کشیدیم و نگاه بکنیم، میشه گفتش که اون حرکتی که دانیل داره ازش صحبت میکنه یه حرکت به اون شکل هست، ولی نه به اون قدرت. به عنوان مثال ساده تر بخوام بهتون بگم، اگر اون موقع مثلا اومده از $1000 شده $20,000، این دفعه نمیاد از $100,000 بشه $2,000,000. ضعیفتر میشه. دلیلش هم اینه که توی همه سایکل ها داره این اتفاق میفته. شما دقت کنین کلا میشه دانیال سایکل وسط هم برای بچه ها بکشی تا اینکه سایکل وسط هم بکشه. من فقط داشتم این درصده رو میذاشتم از این محدوده که تقریبا مشابه الانمونه، خب تا سقف نزدیک به 2400% حرکته که 2400% الان تارگتش میشه 2,666,000 دلار. خیلی بعیده، خیلی دور از ذهن. حالا سایکل وسط رو هم بکشم. سایکل وسط میشه سایکل از وسط های 2019، اواسط 2019، همون جاها تا 2020 دقیقا. آخرش رو اینجا بگیریم. آره آره آخرش دقیقا میشه اونجا. خب الان خیلی واضح تر شد دیگه. دانیل اگه میشه از کف تا سقف سایکل اول و دومو بکش. همینجور که میبینین سایکلات رفته رفته هی آب دارن میرن، خب ضعیف‌تر میشن. حالا سایکل قبلی رو هم بیایم بررسی کنیم، یه چیزی در حدود فکر کنم 40,000% رشد داشته. دقیق یادم نیست، فکر کنم 4,000,000% در آورده بودم که 40,000 نمیدونم چرا یادم بود. ولی خب به هر حال رفته رفته این سایکل حالا ها چهار تا دارن انجام میشن، ولی خب به دلیل اینکه قیمت بیت کوین هم داره زیاد میشه، خب قاعدتا حجم پول بیشتری نیازه که رشد اتفاق بیفته. در نتیجه یه مقدار شدت رشد هم کمتر میشه. و حالا من یه نکته ای رو اینجا بگم. الان من چیزی که دارم میبینم، بذار اینا رو پاک کنم. چیزی که یه لحظه الان به چشم خورد اینه که اگر ما در نظر بگیریم که اینی که داریم میبینیم همین دیلی الانه، خب، و داریم یه موجی رو نگاه میکنیم که شیبش در حال کم شدنه و درصدش در حال کم شدن، در صورت ورود یه عدد بزرگ و یک دفعه به بازار، تو خود این شاهد یه سایکل جدید میشیم. یعنی یه عدد غیر قابل محاسبه جدید. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه خب موجامون کوچیک شد. همینجا میتونه یه پارابولیک آخر چرخه بده. اینی که داریم راجبش صحبت میکنیم الان خب زمان خیلی زیادی نیست دیگه، از سال 2013 تا سال 2025، 12 ساله. خب این خودش میتونه چرخه های کوچیک داشته باشه هر 4 سال و خودش اولین چرخه بزرگ کریپتوکارنسی باشه اگر وارد یه موج پارابولیک بزرگ بشه. همونجوری که مثال اینجا دیدیم دیگه. نگاه کنید اینجا رو. اینجا خب موجا کوچیک شد، یهو رفتیم رو پارابولیک. خب اگر کل اینو مشابه این یه تیکه در نظر بگیریم و حالا من دلیل
ورودی این حجم پول هم بهتون یه توضیح بعدش میدم. اگر این یه تیکه رو بستش بدیم بزرگش کنیم، شما فکر کن مثلا کل اینجا رو این یه تیکه بگیری، یه پارابولیک اینجوری جا میخوره روش. دلیل این چیه؟ چرا من میتونم اینجوری فکر کنم؟ یه قانونی تصویب شد دیروز تو آمریکا برای تسهیل ورود پول از بازنشستگان به بازارهای مالی کریپتو. من یه سرچ کردم راجبش. میزان پولی که بازنشسته ها تو بازارهای مالی دارن 15 تریلیون دلاره. اگر بریم روی توتال مارکت کریپتو میبینیم که این عدد 3 تریلیون دلاره. اگر که این عدد وارد بازار بشه میتونه یه حرکت افسار گسیخته عجیبی رو به ما نشون بده. اینایی که داریم راجبش صحبت میکنیم بچه در حد فرضیه است. خود الیوت یه شکلی از فرضیه است. اون چیز آکادمیک و قابل محاسبه‌ای که بنیامین داره راجبش صحبت میکنه کاملا درسته. چیزی که من دارم راجبش صحبت میکنم بر مبنای اگرها احتمال اتفاق داره. اگر که این قانون موجب این بشه که این پول توی این حجم وارد بازار بشه، اگر این خبر رو خوندید که این پول توی این حجم وارد بازار شد، وارد ETF ها شد، میتونید این ذهنیت رو داشته باشید که یه همچین حرکتی رو بازار انجام بده و خود بیت کوین تو اشل بزرگش. تو حالت خلاصش اینه که از لحاظ دیداری چیزی که داریم میبینیم داره ما نشون میده قدرت در حال کم شدنه. ولی از لحاظ تجربی این بازار کم تجربه‌ایه، یعنی سن و سال زیادی نداره. تا حالا فقط یک چرخه از خودش نشون داده، در صورتی که مثلا بازار طلا چرخه های 50 ساله داره، بازار نفت چرخه های 20 ساله داره، همون جوری که چرخه های 2 ساله داره. ما طبق محاسبات خیلی ساده میتونیم در نظر بگیریم که آقا 13 سال 14 ساله از، البته این که دارن نشون میدم 12 سال از صفر بیت کوین نیست. صفر بیت کوین سال 2009. از سال 2009 تا 2025 میشه چند سال؟ میشه 10 سال 15 سال 16 سال گذشته. یعنی ما 4 تا چرخه دیدیم. خب میتونه یه چرخه جدید هر 16 سال یک بار برای ما تعریف بشه توی این چرخه. دلیل ETF های بیت کوین، دلیل ورودی سرمایه ها، دلیل تغییر شکل رفتار کریپتو. شما نگاه کنید مثلا توی این بازه زمانی اینجا یا اینجا، ما حرکاتمون به شسته رفتگی الان نبود. الان درسته در حال حاضر موجهامون در حال ضعیف شدنه، ولی الیوتی که بخوایم بهش نگاه کنیم واقعا موجها قشنگ تره تا مثلا اینجا. چون این موج رو نگاه کن، تقریبا 2 موجی رفته بالا. الیوت اصلا به هیچی نگرفته. اینو نگاه کن، 12 تا موج رفته بالا. این حرکت رو نگاه کن، اصلا نمیتونی بگی موجش کو. این نشون میده این پختگی اتفاق افتاده، بازار سنگین شده، همون جوری که بنیامین داشت توضیح میداد. عدد بزرگ شده، برای جابجاییش حجم بزرگی از پول نیازه. ولی از بیرون بازار که نگاه میکنی داریم سازوکاری میبینیم که داره ورود حجم بزرگ پول به بازار رو تسهیل میکنه. اینو باید گوشه ذهنمون داشته باشیم. من نظر شخصی خودم و تحلیل تارگت خودم رو توی یه 3-4 تا ویدیو بریم جلوتر بهتون ارائه میدم که من کجا فروشنده بیت کوینم. یعنی من الان برام مهم نیست بیت کوین بریزه بیاد اینجا مثلا حتی این کف رو رد کنه. من فروشنده بیت کوین نیستم. اینجا یه سبک معامله دیگه ای رو انجام میدم که بیت کوین بیشتری به خودم اضافه کنم. متوجه اید؟ یعنی با دیتایی که دارم میگیرم، با اعدادی که دارم میبینم آماده ورود به این بازاره، پرایس پردیکشن یا پیش بینی قیمتی که بهش میگن، برای خود من عدد بزرگیه و برای همین اصلا با بنیامین تلاش کردم این کار رو بکنیم، چون 2 تا دیدگاهیم رو بازار در حال حاضر. یعنی یه دیدگاه آماده خرسی، یه دیدگاه به شدت گاوی.
حالا من خودم خیلی معاملات شورت و بیشتر دوست دارم، دیدگاه خرسی دارم، ولی در حال حاضر با توجه به تورمی که تو دنیا دارم میبینم، با توجه به قیمت کالاها، قیمت سهامها، چیزی که داره به من منتقل میشه از بازارهای مالی اینه که قیمت بیت کوین به شدت آندرولیوه. یعنی الان از قیمت تولید بیت کوین حدود $12,000 بالاتریم. یعنی یه کالای پرکاربرد، شاید کالا هم نه، یک asset سرمایه گذاری پسندازی پرکاربرد با قابلیت نقدشوندگی بالا، قابلیت جابجایی در لحظه با هزینه پایین و هزار تا داستان دیگه که مهمترینشون دیسنترال بودنه و غیر متمرکز بودنه، ارزشش نباید $118,000 باشه تو دنیایی که مثلا ما الان تقریبا یه کیلو طلا رو میتونیم، حالا 1 کیلو طلا انقدر نمیشه، مثلا 1,5 کیلو طلا الان معادل یه دونه بیت کوینه. این خیلی آندرولیوه، خیلی آندرولیوه. یا این عقب موندگی قیمت رو توی این موج جبران میکنه، یا ما وارد چرخه جدیدی میشیم که مثل دفعات گذشته هر 4 سال یه بالا و یه پایین خیلی عظیمه، مثلا 1-2 ساله نداریم. یه روند آروم با شیب کم صعودی قوی که ما رو برسونه به اون قیمت واقعی حال حاضر بیت کوین. بنیام ببخشید وسط صحبتت اومدم انقدر حرف زدم، اگر که اوکی. متشکرم ازت دانیال، دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. دیگه وقتمون تمومه. تایم ایز آپ.